بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سوره یاسین شروع شد. این سوره را به نام یاسین یاد میکنه. در اولی سورت کلمه یاسین آمده. یاسین چی معنا و مفهوم داره بیان میکنیم. این سورت هم سورت مکی است. 41 سورت است در نزول خود که قبل از سوره فرقان و بعد سوره جن نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل در ما قبل رد شفاعت قهری بود. کسی به زور شفاعت نمیتونست. در اینجا الله تبارک و تعالی دلیل عقلی از او بیان میکنه. یا در اونجا رد شفاعت شرکی بود، در اینجا دلیل نقلی از او از رد شرک بیان میکنه. این سورت تنها یاسین نام نداره، به نام سوره عظیمه، معمه، قاضیه، مدافعه، اسمای متعدد بر سورت ذکر شده. دعوای سورت اثبات رسالت پیغمبر علیه السلام و رد کردن بالای شفاعت قهری است. کسی به زور به پیش الله تبارک و تعالی شفاعت کرده نمیتونه. خود در اول دعوت به سوی قرآن کریم است. هر سورتی که در اولش حروف مقطعات میآید خود به خود در پشت سرش موضوع قرآن است. چرا؟ به خاطری که حروف مقطعات نشانه از است که قرآن کریم کتاب معجز است. از همین حروفی که شما سخن میگه ترکیب یافته، تکمیل شده، ولی فرق است که تکمیل و ترکیبی که از جانب الله است و ترکیب و تکمیلی که از جانب بنده است چقدر با هم تفاوت داره. به خاطری که الفاظ قرآن کریم با الفاظی که انسان تکلم میکنه خیلی ها با هم فرق داره. این نشانه اعجاز قرآن است. در مورد یاسین بعضی علما ایرم ذکر میکنه که نام پیغمبر علیه السلام است و بعضی نعتخوانا هم ایره چیسته تو را به یاسین فخر داده و تو را یاسین گفته. نه، در حدیثی صحیح گپا ثابت نیست، بلکه حروف مقطعات است. اشاره به این میکنه که قرآن از همین حروف ساخته شده و شما هم کلامیتان از همین حروف است، لیکن کلام شما هیچ نوع چیست مشابهت با قرآن نداره و نه به مثل قرآن کریم شما کلام کرده میتونه. از همون خاطر بعد از او موضوع قرآن کریم ذکر میشه. خو الله سری قرآن قسم یاد میکنه، اشاره به عظمت کتاب میکنه که بنده تو اینطور فکر نکن که کتاب کدام کتاب است. کتاب از بازار خریدگی تو نیست، کتاب خجافز یا خلاصه نیست. این کتاب قرآن حکیم است. این را باید بدانی. در اول الله تبارک و تعالی بندگان خود بیدار میکنه که کتاب قدر و منزلتش بشناسه. والقرآن الحکیم، قسم به قرآن و تر قرآنی که الحکیم حکیم است. حکیم صفت انسان واقع میشه، نه چرا صفت کسی که رهبری داره. اشاره میکنه که قرآن کریم مثل یک شخص دانشمند هوشیار بالکل رهبری میتونه. آینده که کدام برنامه داره برای رهبری انسان است. از این خاطر قرآن کریم حکیم میگه. حکیمی مانا هم داره که محکم است، هیچ نوع تغییر و تبدیل در این آمده نمیتونه. حکیم است، پر از حکمت است. هر مطلب قرآن کریم خالی از مصلحت و حکمت نیست. از این خاطر حکیم است. حکیم ایران میگه که حاکم است بالای کتاب دیگر ها. هر قدر کتب آسمانی دیگه که تیر شده زمان قابل قبول است که مضمونش موافق مضمونی کی شوه؟ قرآن شوه. اگر موافق نشوه او پذیرفته نمیشه. از این خاطر قرآن حاکم است. کل معانی دری گنجانیده شده. جواب قسم چیست؟ انک لمن المرسلین. الله که قسم یاد میکنه ایره به این خاطر یاد میکنه. موضوع قسم است در اینجا اول آمده. الله ضرورت به قسم نداره، ما و شما داریم. قسم ما و شما به خاطر میخوریم که باور مخاطب ما قوی شود. چرا؟ قسم که سر یک چیز خورده میشه معنای ازیره میده که گپی که ما میزنه میراست است. اگر غلط باشه سری کدام ذاتی که قسم خوردیم او مرا جزا داده میتونه. به الله قسم میخوریم که اینی کار شده، معنایش است اگر من دروغگوی باشم الله مرا جزا داده میتونه. از این خاطر است که قسم به غیر الله خورده نمیشه. قسم به ذات خورده میشه. از کل حالات و کوایف تو آگاهی داشته باشه. الله تبارک و تعالی مطابق ذهنیت بندگان خود یاد قسم کرده که چون ما عادت شدیم سخنی که قسم داشته باشه قابل خیلی باور است، قابل تصدیق است. از این خاطر قسم یاد کرده. یک دوم نکته اینجا هم است که الله اشاره به عظمت قرآن میکنه که بنده این قرآن بسیار با عظمت کتاب است. چرا؟ به خاطر که حکیم است. بس حکمت قرآن کریم تقاضای ازیره میکنه که قابل قدر است. او حکمتش تقاضای ازیره میکنه که قابل فراموشی نیست. هدف قرآن هم پشت سر برای ما بیان میکنه. انک لمن المرسلین، یقینا تو از جمله پیغمبران هستی. مردم ها اگر هر قدر
انکار میکنه، نعوذ بالله نسبتا به تو میکنه، هیچ غم و پروایش نداشته باش. چرا؟ شاهد تو، گواه تو الله تبارک و تعالی است. تو را میگه تو از جمله مرسلین هستی، از جمله پیغمبران علیهم السلام هستی. علی صراط مستقیم، قایم هستی، برابر هستی با رای برابر، رای مستقیم که هیچ نوع کجی کوری نداره، خلل، دزد، ترس، هیبت، وحشت نداره، مستقیم را دو تو قایم هستی. پس آل دلی کسی که در رای مستقیم تو روان میشه یا نمیشه، خو الله گواهی داده. این کجدلا، این کردلا اگر تو را قبول نمیکنه نکنه. تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم نازل کرده شده از جانب او ذاتی که، یعنی سری تو قرآن آمده که نازل کرده شده از ذاتی که عزیز است، زبردست ذات است. میتونه اینمی نظریه را سر کل مردم مجبورن بقبولانه. الرحیم و رحم کننده است. عزیز اشاره به این میکنه کسایی که سر پیچی میکنه الله انتقام میگیره، زبردست است. رحیم اشاره به این میکنه کسایی که قرآن قبول میکنه مورد رحمت الله قرار میگیره. خب لتنذر که تو بیم بدی قوما توسط قرآن کریم، قومنو قومی را ما انذره که بیم داده نشده بود آبا هم به پدرایشان، فهم غافلون، پسی مردم ها در سخت غفلت قرار داره، در سخت غفلت قرار داره. هدف قرآن اینجا بیان میکنه لتنذر که بیم بدی توسط قرآن کریم قومنو قومی را ما انذره که بیم داده نشده بود آبا هم به پدرایشان. چرا؟ پیش آیت خواندیم که هیچ امت چیسته؟ ما من امت الا خلا فیها النذیر، در اونجا نذیر حتما رفته. پیغمبر مستقل که از قوم خودشان باشه در قوم نامده، اگرچه نظارت یا دعوت بر ازیا رسیده، خو از قوم خودشان که پیغمبر از خودشان باشه تالی را تیر نشده. پس وقتی که نذیر از قوم خودت باشه باید چیزی دیگه که تو را نداره به معاونت و کمکش همی قومیت تو را چی؟ وادار میسازه که تو باید پشتیبانیش بکنی. از خودی مردم محمد رسول الله آمده لیکن مخالفتش شروع کردن. قرآن کریم در اینجا چند نکته را میگه. اول نکته، قرآن هدفش انذار است. قرآن که آمده به این خاطر آمده که به مردم بیم داده شود. چرا؟ مشرکین مکه در تاریکی های جهالت غرق بودن، ظلم بیدادی در حد نهایت رسیده بود، مردم مستوای علمیش آنقدر ضعیف بود که سنگار پرستش میکرد، از نگاه اخلاقی آنقدر مستوایشان ضعیف بود که دخترای خدا زنده به گور میکرد. در ادناترین معامله مادیات جنگای 100 ساله شروع میشد. قرآن که آمده برای بیم دادن از همچو اعمال آلوده و ناشایسته، قرآن باید این را بیان بکنه که در سر تمام آلودگی ها اول آلودگی شرک قرار داره. قرآن اول مبارزه قطع شرک میکنه. از او خاطر پیغمبر اول مبارزه را از کجا شروع کرده؟ از شرک. خب ملا صاحب ما 20 سال تیر میکنه در مسجد، شرک در زبان خود نمیگیره، باز بری خود توجیه جور میکنه که ابلیس لعین برش داده و توجیه را میگه ما از حکمت کار میگیریم. از کجا کار میگیریم؟ از حکمت کار میگیریم. خب قرآن طور نیست. قرآن میگه لتنذر قوما ما انذر آباؤهم. قوم تو همینطور بود، از نفس خودشان مولایی نداشت، با قرآن آگاهی نداشتن، حدیث نشنیده بودن. اول باید تو آغاز بکنی هر چیزی که آلوده کننده است جامعه را مبارزه با او بکن، با بدعت، با خرافات، با کمرشکنی ها، قوانینی که کمرشکن است، با رسما و رواجایی که در بدر کننده است، با اونمون بدعت هایی که مردم تبا کرده، قطع از اون مبارزه بکن. پیغمبر علیه السلام الله میگه و یه هدف قرآن است. قرآن که در جامعه میه مبارزه میکنه قطعی خرافات، او تو میگی نه در 20 سالم عقیده توحید الله را به مقتدی یاد نمیدی، شرک برش معرفی نمیکنی که شرک کدام است، تو به الله چی جواب داری؟ باز خدا چرا وارسی پیغمبر میگیری؟ چی کردی؟ قرآن کتابی ختم جور کردی ملا صاحب، قرآن کتابی اسقاط جور کردی ملا صاحب، قرآن کتابی بگوی چی سری راشه گندم ماندن جور کردی. قرآن به این خاطر که طفل در خانه نترسه بری خاطر جور کردی. قرآن به این خاطر بود ها؟ قرآن خب به خاطر انذار است. انذار کی میه؟ تو که یا آیتای کوبنده که از عذاب آخرت برات چیغ میزنه فریاد میکنه نشنوی از قرآن، عقیده تو جور میشه؟ ترسی عذاب الله در قلبت پیدا میشه؟ کلا قطعا نه، توسط ازی پیدا میشه. چرا نمیگیم؟ قرآن برای ما میگه.
قرآن خود ایام اشاره میکنه که بدبخت قوم لیاقت داشت که به مجرد آمدن قرآن اوام توسط یک جوانی که شناخته شده کلشان است، اوصافش مکمل معلوم است، با سر و چشم چی سرمه چشم خود جور میکرد، ولی این بدبختا این کار نکردن. باز دم رسومات چی بودن؟ بگه مشغول و غرق بودن. ما امروز مردم ما اینطور فکر نکنه که ما خب ما قرآن تعظیم کردیم. با الله قسم 1 میلیون مرتبه از او تاقشه قرآن پایین کو و در پیشانی و دهنت بمال. این تعظیم قرآن نیست، این حق قرآن نیست و نه ادا کده. یاد داشته باش 1000 دفعه اگر 1 میلیون دفعه در اسقاط بمانی قطع پول و پیسه حق قرآن ادا نکرده. یاد داشته باش قرآن برای انذار است. لیکن قوم پرستی، رسومات بابا و اجداد چی مانع بزرگ است برای پذیرفتن حق؟ قرآن اینجا برای ما پیش میکنه. خب درس بگیره، اگرچه حالت به او زمان تعلق داره، لیکن وقتی که ما و شما امی آیت های قرآن کریم در پیش خود بمانیم، نقشه آیت ها در پیش خود ما و شماست. خب گوش بگیره که قرآن چی میگه. لقد حق القول فهم غافل لتنذر قوما ما انذر، که تو بیم بدی و قوم را ما انذر که بیم داده نشده بود. آباؤهم به پدرایشان، البته مراد از پدرای قریبشان. فهم غافلون، بالکل یاد غفلت هستند از پیام کتاب آسمانی جدید. نو خبر و درکی نداره. ما مردم همینطور بودیم یا نه؟ درس قرآن کجا بود؟ راستی تا نبگه. میگه سابق ملاها نبود. بله ملاها بود که قرآن نمیفهمید. ملاها بود که قرآن در جامعه تدریس نمیشد. امروز که یک بچه از قریه پیدا شد، رفت 20 سال خود از زحمت کشیده، عرق ریزی کرده، نان وظیفه را جمع کرده خورده، و امروز میاد کتاب الله را برات بیان میکنه. تو باید قدرش بکنی، نه که در مقابلش بخیزی به مردم معرفی کنی که الله وهابیست، الله دین آبای ما را از بین میبره. تو یک کمی عقلی در سرت بیار. چرا این کارا میکنی؟ دوم بیا لقد حق القول، الله میگه بله چرا مانع قبولیت قرآن کریم است. لقد حق القول، یقینا ثابت شده فیصله عذاب الله که لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، او ثابت شده علی اکثرهم، بالای اکثریت مردم. قرآن اشاره میکنه که بعضی از امی اهل مکه هم مؤمنای مخلص جور میشه، بالکل همونطورام شد. فهم لا یؤمنون، پس یا ایمان نمیاره. این صورت مکی است. امی سردمدارای کفر ای آیتا را به گوش خود میشنوه، مقابله با پیغمبر صلی الله علیه و سلم داره، هر روز جنگ داره. آسان نبود برشان که کلشان اتفاق میکردن، میگفتن ما ایمان به کتاب داریم، که دروغی کی ثابت میشد؟ نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام. چرا قرآن خود گفته بود که ایمان نمیاره؟ یاد اجتماعی ایمان می آوردن که می دستی سری پیغمبر زور میشدن که چیزی را تو خبر دادی اینه ما خلافش واقع کردیم. خاله که نیره اعجازی چی میگه؟ قرآن. دمی حیاتی همی سردم داره الله خبر میده که یا اکثرش ایمان نمیاره او واقعا ایمان نمیاره. مثل ابو لهب باره میه بخیر پشتی سرد او. خو انا جعلنا فی اعناقهم، چی مانع وجود داره که قرآن قبول نداره؟ یقینا ما گردانیدیم فی اعناقهم، در گردنای از یا اغلالا زولانه ها را، فهی اینمی زولانه آنقدر پهن است، الالاذقان تا اینی چی را؟ زقن تا زیر گلونشانه. فهم مقمحون، این مردم ها سرشان بالا شخ مانده، آلی پایین هم سعی کردن نمیتانه، بسته شده. زندانی را وقتی که زولانه میکنه از دستا و پایا بیچاره حرکت نمیتونه. قرآن کریم اشاره میکنه این مردمای کفار حیثیت همون زندانی را داره، زولانه و ولچک در گردن در دست و پایشان انداخته شده. کسی که تر زولانه شوه هیچ حرکت هم نمیتونه. قرآن چی اشاره های باریکی داره؟ خب گوشتانه بگیره. و جعلنا من بین ایدیهم، ما گردانیدیم در پیش رویشان صدن مانع بنده، و من خلفهم از پشت سرشان صدن مانع بنده دیواله، فاغشیناهم پرده انداختیم بالای چشمایشان، فهم لا یبصرون، یا دیدم نمیتونه. بس کدام است؟ زولانه ها چک ولچک و زولانه. چی هستی ولچک و زولانه؟ امور رسومات غلطی پدرها، بدعتا، مزخرفات، شرک، عقیده های غلط، یا را مکملی قدر فرا گرفته، یا دیش غرق است که یا به مثل زولانه واره زولانه شدگیسته.
اج نمیتونه کی طرف و طرف سعی کنه و یک چیزی در حقیقت ببینه. پشت سرشان اینطور زولانه شدن باشی و پیش روی تام دیوال باشه و خیلی بلند پشت سر تام دیوال باشه، کدام طرف حرکت میکنی؟ اسباب هدایت انسان الله تبارک و تعالی در وجود هر انسان گذاشته. الله برای آدم عقل، قوه تفکر داده، اندیشه داده. ما توسط عقل خود می اندیشیم کدام چیز از روی معنویت مفید است، کدام چیز ضرر داره. یکی دیگه اسباب هدایت چشمی ماست، گوشی ماست که میشنویم گپاره، چیزای فایده منده، میبینیم چیزای فایده منده. لیکن این مردم ها مکمل سری چشمایش پرده است، گوشان نمیشنوه. چرا؟ دبن گیر آمده، زولانه دیگه قید کرده، ادنا حرکت هم نمیتونه. این مردم کدام پیروزی و کامیابی امید داره؟ نداره. الله تبارک و تعالی ترسیم میکنه حالت مشرکین مکه را که یار اینمی عقایدشان، مزخرفاتشان، تقلید از بابا و اجدادشان به مثل ولچک و زولانه یار از حرکت، از اندیشیدن احساسشان که فکرش بیاندیشه، احساسش خود در حرکت بیاره، مکمل یا مقهور شده، مغلوب شده. پیش راه و پشت سرشان مکمل دیوار هاست، یا دیگه هیچ دید نداره، هیچ حرکت نمیتونه. از کجا ایمان بیاره؟ امروز هم مردمی ما را اینمی رسومات، امی نعوذ بالله تاریکی جهالت، دور بودن از قرآن و حدیث، پیروی و تقلید کرکرانه از پدرها و اجدادا و باباهای ما را زولانه ولچک کرده یا نه؟ در مرکز قرآن رفته نمیتونیم. در مورد درس قرآن اندیشه نداریم که یلا اقل بسنجیم، یک روز بیم و اینجا گوش بگیریم که چی گپ است. راستی ما را به سوی گمراهی دعوت میده یا به سوی هدایت؟ این قرآن چی پیام داره؟ مردم امروز همین قسم گیر آمده، پرده ها در سر چشمشان انداخته شده، کور هستن و حقایقت ها را نمیبینه. یک روز نمیبینه که همین دختر جوان خود دین روز پتلون میپوشید، امروز حجاب در جانش است. این بچه جوان دین روز سیگرت میزد، امروز قرآن در دستش است. دین روز موبایل موسیقی را میشنید، امروز در موبایلش تقریر و چیست ترجمه قرآن است. همین قدر دید ندارند. الله پرده ها را در پشت سر و پیش رویشان انداخته، نمیبینن. قرآن امیر تمثیل میکنه برای ما همینطور انسان ها فعلا هم داریم که با قرآن علاقه نداره، بلکه خود هدایت میده، فرمان میده که قرآن نشنوی. نعوذ بالله. و سواء علیهم. خب بله، اگر یک انسانی با اینطور مردم درگیر میشه چی باید بکنه؟ پیغمبر خب با اینطور مردم درگیر بود، قرآن برش میگه و سواء علیهم، برابر است علیهم بالای از یا جهالتی از یا تاریکی ها، بندا تقلیدهای کرکرانه، شرک مزخرفاتی از یا در حد و اندازه رسیده که برابر است بالایشان. انذرتهم، اگر بیم بدی یاره، ام لم تنذرهم، یا بیم ندی، لا یؤمنون، ایمان نمیاره. خو لیکن برابر سری از وا سری تو نه، تو زحمتی تا محنتی تا بکش، الله اجر و پاداشی تو را داده رو است. خواستن که منفعت نمیگیره، از تو هر چیزیت آماده است. انما تنذر من اتبع الذکر. بله، پذیرفتن انذار، بدلسوزی و شفقت، نصیحت کسی را آدم میپذیره که یک کمی در قلب تو هم آمادگی باشه، یک کمی ترسی الله در قلب داشته باشی. انما تنذر، یقینا فایده میده انذاری تو، بیم دادن تو، من کسی را اتبع الذکر، که تابعداری قرآن میکنه، محبت قطعی قرآن داره، اگر چیزی را نمیفهمه خو لیکن محبت با قرآن داره. و خشی الرحمن، میترسه عظمت و بزرگی الله در قلبش وجود داره، میترسه از مسئولیت خود. الرحمن، از او ذاتی که رحمان است، که بسیار رحم سرش کرده، تا آلی را الله او را عذاب نداده. بالغیب، حالت پنهانم از الله ترس و هراس داره، خودنما نیست، ریاکار نیست. فبشر، تو بشارت بدی، خوشخبری بدی به طور آدم، به مغفرتن، به مغفرت. اگر کوتاهی ها و قصوری سابقه داره الله او را معاف میکنه. ما و شما کل ما قصور داشتیم، حقیقت قرآن نمیدانستیم، عقیده خدا نمیدانستیم، خاکای قبرا را میخوردیم، خودم خوردیم، ولی الله تبارک و تعالی نصیب کرد. آلی الله برای ما مغفرت میکنه، توبه میکشیم. و اجر کریم، اجر بسیار عزتمند الله برش میده. واقعا که با قرآن تعلقیت پیدا کردی، الله مزدی عزتمند برات نصیب میکنه. انا نحن نحیی الموتى، یقینا ما زنده میکنیم مرده ها را، و نکتب ما قدمو، ایترامنه که مرده ها را تنها زنده کنیم، بلکه ما نوشته میکنیم ما او اعمال را قدمو که پیش فرستادن.
و آثارهم و اعمالی که پشت سر گذاشتن. و کل شیء تمام چیز احصینه ما شمردیم منضبط کردیم فی امام مبین در یک کتاب اصل در اصل دفتر مبین که آشکاراست که لوح محفوظ است در اونجا مکمل ثبت است. الله تبارک و تعالی ثبت اعمال انسان در یک جای نمیکنه بلکه دفترهای متنوع داره که در روز قیامت باز این کار نتانی. اعضای خودت سرت شاهد است، ثبت است در اعضایت. فضای زمین مکمل آثاری تا ثبت کرده، ملائک ثبت کرده در دفتر خود، در لوح محفوظ وجود داره مکمل که در اونجا باز هیچ راه فرار یا عذر پیشی برات باقی نمیمانه که تو بگویی که من این کار نکردم یا کردم. اینجا در یکی ما قدمو و آثارهم چی معنا داره؟ اعمالی که پیش فرستاده و آثارهم اعمالی که پشت سر باقی مانده. دو قسم اعمال انسان داره، یکی اعمالی که هر روز کرده رو ایستی و پیش میره، یکی او اعمالی است که اثرش باقی میمانه بعد از مرگ تو هم. آثار اینجا اینمی معنا را داره، عملی که تو رفته خو لیکن چون که بنیادگذار و اساسگذار عمل نیک تو بودی بعد از او مردم سرش عمل کرده مکمل و ثواب بری تو رسیده رایست. اینی را میگه آثارهم. از همون خاطر انسان در عمر خود کوشش بکنه عملی را انجام بده که او بعد از مرگش آثارش باقی باشه. علم نافع کتاب تالیف کرده 100 سال بعد 1000 سال بعد از او کتاب کسی استفاده کرد در ثواب تو شریک هستی، ثواب برات نوشته میشه. از علم خود شاگرد تربیه کردی، شاگرد دیدمی تو شاگرد تربیه کرده تا روز قیامت تو در او ثواب شریک هستی. صدقه جاریه کرده، مدرسه را آباد کرده، هر سال در اینجا دوره حدیث درس قرآن و حدیث میشه خوانده رایسته و تو اول روز دینمی آبادی ازی پیسه داده، تو در این ثواب شریک هستی. این را میگه صدقه جاریه. مومن باید هیچ کاری خدا هیچ عملی خدا اینطور نکنه که محض فایده موقت داشته باشه زودگذر خیر و خلاص. مومن کاری را میکنه که فایدهش قطع نشه. اینی را مردم مومن میگن. بیای چرا مصرف کنیم بیجا؟ شعله ها را پخته کنیم، آقا خیلا را دعوت بدیم، آقا خیلا و آقا خیلا و ملک خیلا و رئیس خیلا را. بیا اوطور نکن. ببر در مرکز اسلام بگو اینی کتاب اینی قدر جلد چاپ کو، بره در کتاب خانه. اینی کتاب بسیار مفید کتاب است. یک کتاب که شما میخوانی قدر خوشیتان میاد، اگر همون کتاب از پیش دزدی کنه دیگه وقت اگر کلی مالتان میبرد خو همون کتاب نمیبرد، همین قدر در دل همونطور خوش داریشه. نمیتونی که همون کتاب 1000 نسخه را در یک کتابخانه چاپ کنی؟ نمیتونی همین کتاب در دسترس 10 نفر قرار بدی؟ خریداری تو کرده ای، کتابی توست داخلی، یک دفعه در یک جوان دادی، دیگه دفعه در دیگه دفعه دیگه به 100 نفر همین کتاب دادی، مطالعه کرد، از او استفاده کرد، تو شریک هستی. اینی را میگه صدقه جاریه. ما شما باید تلاش ما بینمی باشه. اگر ما از صدقه جاریه کار بگیریم، اگر مردم ما دیگه هیچ کمک نکنه، تنها امو صدقاتی که در پشت سر مرده های خود میکنه، اگر ما ده مدرسه لیلیه را خب مجهز در کابل نچلاندم هرچی که میگه فقط لیکن در کجا مصرف میشه؟ ای جمعی است، ای سه است، ای چل است، ای بدرغه است، ای سالپورگی است، کلش در شکمی شکم پرستا میفته. خلاص دور از حاضر مجلس و مردمای حق پرست.